من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله. سوره مبارکه فاتحه هست. سوره فاتحه اسامی و نامهای زیادی دارد. علاوه از اینکه سوره فاتحه بهش میگویند ام الکتاب یا ام القرآن هم به این سوره گفته میشه. معنای میدونید به معنای مادر هست که مفهوم و مراد اینجا اینه که خلاصه کل قرآن مجید هست و لب لباب کل قرآن مجید هست و مغز کل قرآن مجید هست. اما اینکه چگونه ام قرآن هست و خلاصه کل قرآن هست این را هم خدمت شما عرض می کنم. نام دیگرش الاساس هست، هم اساس به هم معنای هست، اساس قرآن هست. تعلیم المسئله هست، چون که خدای عزوجل در این سوره مبارکه تعلیم داده، آموزش داده سوال کردن را، دعا کردن را. وقتی که بخواهیم از ربمون چیزی را مطالبه بکنیم ابتداءً رب را تعریف میکنیم، حمد میکنیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعد از مدح رب العالمین بین خودمون و بین الله تعالی ارتباط را، رابطه را که چه رابطه ای هست میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که رابطه عبدیت و معبودیت هست، رابطه مخلوقیت و خالقیت هست. و بعد از اون سوال میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. به این خاطر این سوره را میگن تعلیم المسئله. همچنین 7 مثانی هم میگویند، یعنی 7 آیه‌ای که تکرار میشوند. 7 آیه‌ای که تکرار میشوند. خب چگونه تکرار میشوند؟ بعضی گفتن تکرار به این معنا که نزول سوره مبارکه فاتحه تکرار شد، 2 بار تکرار شد. یکی در ابتدا بود و یکی در زمانی که نمازها را الله عزوجل فرض قرار داد، در شب معراج سوره فاتحه را نازل فرمود مجددا. لذا در نزول این سوره تکرار صورت گرفته. و بعضی میگویند که 7 مثانی 7 آیه‌ای که تکرار میشوند، این معنی که بار بار سوره فاتحه قرائتش تلاوتش در نماز چی میشه؟ تکرار میشه. به این خاطر به این سوره میگویند 7 مثانی. به هر حال ما خدمتتون عرض کردیم که این سوره که یکی از نامهای معروفش ام القرآن هست، به معنای خلاصه و مغز کل قرآن مجید. چگونه این خلاصه قرآن مجید هست؟ در این رابطه مختصری عرض می کنم. اولا اینجا 2 بیان هست که یک بیان مال یکی از علما و مفسرین شهیر به نام علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله هست. ایشون تفسیر مختصر عثمانی را نوشتند که تفسیر عثمانی به فارسی برگردانده شده. جمعی از علمای افغانستان به فارسی برگرداندن، نامش را گذاشتن تفسیر کابلی. در واقع نام اصلیش بهترین نام هست، نمیدونم که چرا نامش را کابلی گذاشتن. تفسیر عثمانی نام مناسب تری شاید باشد. به هر حال ایشون تفسیر عثمانی را نوشتن. ایشون یک تقریری دارند، یک بیانی دارند، یک مطلبی دارند که بر اساس این مطلب و تقریر ایشون سوره مبارکه فاتحه یا ام الکتاب خلاصه کل قرآن مجید است. به این صورت می فرمایند که در قرآن مجید 6 تا موضوع و 6 تا مبحث هستند که مباحث اصلی قرآن مجید هستند. اون 6 مبحثیه: 1 توحید، 2 رسالت، 3 قیامت، توحید، رسالت، معاد که اصول دین هستند، 4 احکام، بعد از ایمان عمل است نه، 4 احکام، 5 کسانی که پذیرفتند و تسلیم شدند، هم توحید را، هم رسالت را، هم قیامت را و هم احکام خدا را پذیرفتند و در مقابل اونها تسلیم شدند. لذا احوال این افراد، احوال کسانی که پذیرفتند. 6 احوال کسانی که نپذیرفتند و انکار کردند. احوال کسانی که نپذیرفتند و انکار کردند. خب این 6 موضوع در قرآن مجید به صورت برجسته تر بیان شده: توحید، رسالت، قیامت، احکام، کسانی که مدعا را پذیرفتند و تسلیم شدند، و 6 کسانی که مدعا را نپذیرفتند انکار کردند. ایشون می‌فرمایند این مضامین 6 گانه به صورت اجمال و مختصر در فاتحه گنجانده شده.
در فاتحه وجود دارند. چنانچه میفرماید الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا مالک یوم الدین الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. اینجا توحید است. اینجا چیه؟ توحید است. اما توحید چگونه در این آیات هست؟ وقتی که به تفسیر قرآن مجید، به تفسیر سوره مبارکه فاتحه بپردازیم خدمت شما عرض میکنم. در مالک یوم الدین قیامت است، در الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم اثبات توحید، در مالک یوم الدین اثبات قیامت. ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم. در ایاک نعبد بیان احکام هست. چرا؟ چون که نعبد اشاره هست به طرف تمام طرق عبادت، تمام عبادت ها را پروردگار برای تو انجام می دهیم. پس احکام همینه. بله. و همچنین اهدنا الصراط المستقیم، در صراط المستقیم هم اشاره به احکام و بیان احکام است. لذا ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم در اینجا چی؟ بیان احکام هست. در صراط الذین انعمت علیهم، در اینجا دو مطلب بیان شده، هم رسالت است و هم احوال کسانی که پذیرفتند. هم رسالت است صراط الذین انعمت علیهم و هم احوال کسانی که پذیرفتند. خب در آیات گذشته سه مطلب بیان شد: توحید، قیامت، احکام. رسالت در صراط الذین انعمت علیهم هست. چرا؟ چون منعم علیهم چند گروه هستند؟ 4 گروه. در رأس منعم علیهم کیا هستند؟ انبیا هستند، نبیین هستند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. پس در رأس منعم علیهم میبینیم که انبیا هستند. لذا در انعمت علیهم از اینجا هم بیان رسالت هست و هم صراط الذین انعمت علیهم. خدمتتون عرض کنم که بیان چی هست؟ کسانی که پذیرفتند، تسلیم شدند. اینها کسانی هستند که نعمتهای خدا بر آنان است. اون افراد چند گروهند؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. پس این 5 مطلب بیان شدند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این آیه شریفه بیان احوال کسانی که نپذیرفتند مدعا را و انکار کردند. چی کردند؟ انکار کردند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس این 6 مضمون، 6 مبحث که در کل قرآن مجید هستند، اینها در سوره فاتحه چی شدند؟ ذکر شدند، در سوره فاتحه آمدند. به این صورت سوره فاتحه ام الکتاب است، یعنی خلاصه تمام قرآن مجید. تمام مطالبی که در قرآن مجید به صورت اساسی از اونها بحث شده در اینها هستند. این بیان علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله بود که میفرماید خلاصه کل قرآن مجید در کجا گنجانده شده؟ سوره فاتحه. بیان دوم از شیخ ما مولانا حسین علی رحمه الله است. ایشون بحثی دارند
و از طریق دیگر و به صورت دیگر اثبات می کنند که مباحث چهارگانه قرآن مجید در سوره مبارکه فاتحه و ام الکتاب به هر حال خلاصه شده. اما تقریر و بیانی که ایشون دارد در واقع این توضیحی هست که امام ربانی مجدد الفسانی از سیدنا علی کرم الله وجهه نقل می کند. یعنی این بیان به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم می رسد. اون اینه که ببینید خلاصه کل قرآن مجید سوره فاتحه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که قرآن به اعتبار مضامین بر 4 بخش تقسیم میشه. اول از الحمدلله رب العالمین شروع میشه تا پایان سوره مائده، تا پایان سوره مائده. بخش دوم قرآن مجید هر 4 بخش با الحمدلله آغاز میشه، هر 4 بخش با الحمدلله آغاز میشه. بخش دوم از اول سوره انعام که شروع میشه الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء. این بخش دوم هست. بخش سوم از سوره کهف شروع میشه الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب میره تا آخر احزاب، تا آخر احزاب. و بخش چهارم از اول سبا شروع میشه، سوره سبا بازم با الحمدلله له ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر قرآن مجید. پس قرآن کل قرآن مطالبش مضامینش 4 بخش هستند. بخش اول از سوره فاتحه تا آخر مائده، بخش دوم از انعام تا آخر بنی اسرائیل، بخش سوم از اول کهف تا آخر احزاب، بخش چهارم از اول سبا تا آخر قرآن مجید. در بخش اول که تا پایان سوره مائده است بحث عمده و اساسی و اصلی و محوری خالقیت است، بیان خالقیت الله عزوجل. خلاصه این بخش این است که آفریننده تمام عالم فقط و فقط الله عزوجل است. در بخش اول خالقیت اثبات میشه. در بخش دوم یعنی از انعام که شروع میشه تا کهف مضمون اصلی ربوبیت است، ربوبیت الله. رب فقط الله است، کسی دیگر نیست. یعنی بعد از اینکه خداوند مخلوقات را خلق می کند، انسان را، حیوان را، بقیه خلائق را، بعد از خلق نوبت چی می رسد؟ تربیت کردن، نشو و نما کردن، به کمال رسانیدن. پس خلق را هم الله انجام میده، ربوبیت را، تربیت را هم الله انجام میدهد. و در بخش سوم که از سوره کهف است تا آخر، اینجا این مطلب هست که پادشاهی مطلق از آن الله است. پادشاهی مطلق یعنی چی؟ یعنی تدبیر و تصرف و اختیارات تام و کامل اختصاص به کی دارد؟ به الله عزوجل. تمام به هر حال تصرفات و اختیارات مال در عالم، در هر دو عالم مال او هست. او هست نافع هست، زار هست، مالک، متصرف، مختار، کارساز، برکات دهنده هست و کسی دیگر این صفات را ندارد. این بیشتر در بخش سوم قرآن مجید بیان شده. و در بخش پایانی و بخش چهارم بیان میشه که علاوه از این که مالک
مالک و مختار دنیاست، مالک و مختار عقبا و آخرت هم است. مالک و مختار عقبا و آخرت هم هست. سوره های آخر قرآن مجید بیشتر به بحث چی میپردازند؟ قیامت، آخرت. و هیچ کسی حتی نمیتواند در محضر او شفاعت قهری داشته باشد که سوره های مومن حوامیم کلن بیشتر به این موضوع اختصاص دارند. به هر حال این تقسیم بندی قرآن مجید هست به 4 مبحث توحیدی. اکنون میفرماید که این 4 بحث در سوره مبارکه فاتحه چی شده؟ خلاصه شده. اول وقتی نگاه میکنیم الحمدلله، این از کلمه جلاله لفظ الله میفرماید خالقیت ثابت میشه، چون که وقتی میگه الحمدلله تمام تعریفات اختصاص دارد به خدا، مراد از لفظ الله وصف مشهور است. مراد از لفظ الله چیه؟ وصف مشهور است، یعنی خالق. مراد از لفظ الله وصف مشهور است یعنی چی؟ خالق. و مثل این است که مثلا میگوییم لکل فرعون موسی، برای هر فرعون یک موسی هست. خب یک فرعون بوده در مصر و یک موسی پیغمبر بوده، ولی لکل فرعون، اینجا وقتی که نام فرعون گفته میشه وصف مشهورش مراد است، یعنی کسی که بر باطل بود. نام موسی که گفته میشه خود موسی مراد نیست، وصف مشهورش. موسی وصف مشهورش بر حق بودن، جز اهل حق بودن. پس لکل فرعون موسی معنیش اینه که لکل مبتل محق، برای هر انسان باطلی در مقابل انسان باطلی یک انسان حق و اهل حقی وجود دارد. پس گاهی علم را ذکر میکنن مراد وصف مشهور میگیرن. اینجا فرعون ذکر شد، موسی ذکر شد، مراد وصف مشهور بود، محق بودن و مبتل بودن. پس گاهی لفظ جلاله الله ذکر میشه، مراد علم نیست، مراد وصف مشهور است. وصف مشهور خدای عزوجل، اوصاف خداوند اختصاصی خیلی زیاد هستند، ولی مشهورترش چی است؟ خالقیت. وصفی که هم مشرکان قبول داشتند هم مؤمنان قبول داشتند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بنابراین در لفظ جلاله الله که الحمدلله هست چیه؟ خالقیت هست. الحمدلله رب العالمین. رب العالمین موضوع دوم قرآن. گفتیم بعد از این که اشیاء را خلق می فرماید چیکار می کند؟ تربیت می کند، به کمال می رساند، تدریجا تدریجا کم کم اینها را می برد به سوی تکامل. این هم کار خداست. پس رب عالمیان الله عزوجل هست. بنابراین در رب العالمین موضوع دوم بیان شده. الرحمن الرحیم، در این الله عزوجل اشاره دارد به طرف موضوع سوم که پادشاه مطلق، مختار و بر تخت پادشاهی او متمکن است. چرا؟ به خاطر اینکه نهایتاً دارای رحم و شفقت است، مهربانی هست و این صفت میتواند صفت پادشاه باشد، کسی که در او شفقت و ترحم زیاد هست. لذا الرحمن الرحیم موضوع سوم و مضمون سوم که مالک و مختار و متصرف و نافع و ضار تمام عالم فقط و فقط رحمان رحیم هست. و مالک یوم الدین، اینجا اشاره به چی هست؟ به مضمون چهارم، مبحث چهارم. مبحث چهارم چی بود؟ همان طوری که در دنیا مالک و متصرف است، در آخرت هم مالک و متصرف است، در عقبا هم مالک و متصرف است. همه چیز به دست او هست.
بله، پس ببینید چگونه قرآن مجید خلاصه شد در 4 مبحث و این 4 مبحث خلاصه شدن در فاتحه ام الکتاب. به این خاطر این سوره را میگویند سوره ام الکتاب. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما منقول از رئیس مفسران لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامیم، تفسیر خازن این مقوله را آورده، لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامیم، هر چیزی مغزی دارد، خلاصه‌ای دارد، حاصل و نتیجه‌ای دارد. نتیجه کل قرآن مجید یا خلاصه مضامین قرآن مجید کجا گنجانده شدند؟ در حوامیم. خواندیم حوامیم چقدر موضوعاتشون از اول تا آخر توحیدی بود. این خلاصه کل قرآن مجید هست. و بعد می فرماید که خلاصه حوامیم در 2 جمله چی می شود؟ خلاصه میشه. یکی که در سوره زمر بود، در اول زمر، فاعبد الله مخلصا له الدین، و در حوامیم مومن بود فادعوا الله مخلصین له الدین. عبادت و دعا را اختصاص بده قرآن به الله عز و جل، دین را یعنی دعاءت را، عبادتت را به او اختصاص بده. خب ببینید، پس خلاصه کل قرآن مجید حوامیم و خلاصه حوامیم فادعوا الله مخلصین له الدین و فاعبد الله مخلصا له الدین هست. اکنون این خلاصه را میبینیم که در سوره فاتحه است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد اختصاص عبادت ها به الله عز و جل و ایاک نستعین اختصاص دعا به الله عز و جل، اختصاص تمامی عبادت ها به رب العالمین و اختصاص دعا و نیایش هم به پروردگار جهانیان. التفات فرمودید که خلاصه قرآن مجید حوامیم، خلاصه حوامیم فادعوا الله و فاعبدوا الله، و خلاصه اونها در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس اون لباب القرآن هست حوامیم و این ام الکتاب هست و ام القرآن هست. بعض گفتند که نکته این بیان کردند که خلاصه قرآن مجید در فاتحه هست و خلاصه اون در ایاک نعبد و ایاک نستعین و خلاصه اون در بسم الله و خلاصهش باز در باء بسم الله، چون که باء بسم الله معنی چی هست؟ استعینوا بسم الله، استعینوا با متعلق استعینوا و ایاک نستعین هم همون شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الله عز و جل آغاز فرمود این کتاب مجید را با نام نامی و اسم گرامی خودش و صفات مقدس و والای خودش. بسم الله الرحمن الرحیم این سنتی هست که در اسلام مشروع شد. قبلا بود بسمک اللهم هم بود، بسم اللات والعزى هم بود، اما بسم الله الرحمن الرحیم شعار اسلامی ما هست. هر کاری را بیا بسم الله آغاز بکنیم. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع. هر کار ذی شأنی که دارای جایگاه و منزلت هست با نام خدا آغاز نشه، با بسم الله آغاز نشه، اون کار بی برکت میماند، دم بریده و ناقص میماند. بله، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بعضی گفتند ابتداش قولو چی هست؟ مقدر است، چون که یک نامی از نامهای این سوره چی بود؟ تعلیم المسئله.
تعلیم المسئله وقتی که باشد گویا سوال را به ما خدا تعلیم میده و آموزش میده، پس قولوا الحمد لله رب العالمین. اما بحث میکنیم روی الف لام، گرچه یک بار بحث کردیم ولی خب این بحثش مهم است، این را شما بدانید. الف لام از نظر عموم مفسران الف لام استغراقی هست. الف لام استغراقی وقتی که باشد، عزیزانی که نخواندند استغراقی را، معنی استغراقی اینه که در برگیرنده همه اشیاء ما تحتش. پس وقتی که بر حمد الف لام استغراقی آمده، معنیش اینه که تمام حمد در برگیرنده تمام حمدها میشه، تمام تعریفات میشه، تمام محامد و صفات میشه. همه این محامد، همه این صفات اختصاص دارن به الله، اختصاص دارن به الله. خب همه حمدها، همه تعریفات مال خدای تعالی هستند. اینجا اعتراضی وارد میشه که وقتی که همه حمد، همه تعریف مال خداند، خب خیلی ما از تعریفات را میبینیم که در مخلوقات هم یافته میشود، در مخلوقات هم یافته میشه. مثلا صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم را که بنده خداست، بعضی از صفاتش رؤوف الرحیم هست، در قرآن کریم آمده و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بعضی از صفاتش سراجا منیر هست، انا ارسلناک بالحق شاهدا و مبشرا و نذیرا. اینجا بشیر و نذیر آمده، جای دیگه بشیر و نذیر آمده، اینجا و مبشرا و نذیرا. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خب ببین، بشیر هست، نذیر هست، سراج منیر هست، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها صفاتی هستند که در قرآن نسبت به رسول الله چیه؟ وجود داره. نسبت به بقیه انسان ها، بقیه انسان ها هم صفات خوبی میتوانند داشته باشند. مثلا نسبت به یک انسان میتوانیم بگیم سخاوت دارد، جواد هست، ذی جود هست، جود دارد. نسبت به یک انسانی وقتی که رحمش بالا هست، شفقتش بالا هست، میگیم رحیم هست، دلش رحیم هست. خب این صفات هم در مخلوق دیده میشه، هم در خالق دیده میشه. شما گفتید همه صفات اختصاص دارد به خالق، در حالی که این صفات را میبینیم در مخلوق هم هستند. متوجه شدید؟ پاسخ میدهند کسانی که معتقدند الف لام چی هست؟ استغراقی هست. میگویند که خب فرق میکند، این صفات در مخلوق عارضی هستند. این صفات در مخلوق چی هستند؟ عارضی هستند، یعنی با موت چی میشوند؟ فنا میشوند. وقتی که مخلوق میمیرد صفاتش هم میمیرد، با موت صفات هم فنا میشوند و از بین میروند. لذا اما در الله عزوجل این صفات چی هستند؟ دائمی هستند، یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد ماند. مثلا خداوند عزوجل رحمان هست، رحیم هست، همیشه رحمان بوده و همیشه خواهد ماند. به هر حال این پاسخی هست که عموم مفسران ذکر میکنن بر این که الف لام چی هست؟ استغراقی هست. به هر حال دیدید که از قیل و قال خالی نیست، از اشکال خالی نیست این تفسیر. روی این هست که شیخ ما حسین علی رحمه الله می فرماید که این الف لام استغراقی نیست، یعنی همه صفات را در بر نمی گیرد. خب خیلی صفات هستند که اصلا مناسب نیست انسان اون صفات را برای خدای عزوجل ذکر کند. مثلا من قبلا گفتم صفاتی که ما انسان ها داریم، فلانی خوش قیافه هست، زیبا هست، قد و قواره خوبی دارد.
خب اینا صفاتی هستند که ما در دنیا از اونها تعریف میکنیم. این صفات به الله عزوجل نسبت داده نمیشوند، لایق الله تعالی نیستند. اینها صفاتی هستند که مال مخلوقات هستند، عارضی هستند. به این خاطر حضرت شیخ میفرماید که بهتر اینه که بگیم الف لام عهد خارجی هست، یعنی همه صفات در الحمدلله ذکر نشده. بعضی صفاتی که اختصاص به خدای عزوجل دارند، صفاتی که چی؟ اختصاص به خدای عزوجل دارند. بعضی صفات عمومی هستند، اونها را اینجا بحث نکرده. صفات اختصاصی همون صفاتی که در ملائکه دیده نمیشند، همون صفاتی که در وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی نیستند، در انبیاء دیده نمیشوند، در اولیاء دیده نمیشوند، در جنات دیده نمیشوند. اون صفات مد نظر هستند، صفات اختصاصی، صفات خاص. متوجه هستید؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که میگه اللام للاختصاص، الحمد لله، الحمد لله. این لام چی است؟ اختصاصی هست، یعنی تعریف های خاص اختصاص به الله عزوجل دارد. خب این تعریفات چه تعریفاتی هستند؟ این صفاتی که مخصوص خدای تعالی هستند چی هستند؟ الان بعضی از صفات خاص را عرض میکنیم که این صفات خاص در قرآن هم ثابت شده که مخصوص خدا هستند، برای کسی دیگه نیستند. مثلا به عنوان مثال صفت کارسازی، کارساز، مشکل کشا فقط خدا هست. یا به تعبیر علمی صفت فاعلیت، یا اینکه مالک همه اشیاء فقط و فقط کی است؟ الله هست. مختار و متصرف به صورت مافوق الاسباب، شما قبلا خواندید مافوق، متصرف در این عالم، هر جا قحط بیاره، هر جا آبادی بیاره، هر جا سختی بیاره، هر جا آسانی بیاره، هر جا زلزله بیاره، هر جا گل و گلزار بیاره، همه به دست الله. این مدبر، متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد هر کس را از دور و نزدیک فقط و فقط الله می بیند و می شنود، سمیع و بصیر هست. خب اینا صفاتی هستند که اختصاص به الوهیت داره، یعنی این صفات را کسی می تواند داشته باشه که معبود باشد، اله باشد، که مردم او را چی بکنند؟ پرستش بکنند. یا صفت علم غیب. الان ببینید این صفات چگونه در قرآن مجید اختصاص یافتن به الله عزوجل. چند تا آیه میخوانم. الله تعالی میفرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. در آسمان ها و زمین غیب را بغیر از الله هیچ کس نمیداند. پس این صفت چیه؟ اختصاصی. وقتی میگه الحمدلله، منظور حمد اون صفت مثل علم غیب اختصاص دارد به الله. یا اینکه الله میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله عزوجل ضرری برای تو بیاورد، متوجه تو ضرری را بگرداند، فلا کاشف له الا هو، هیچ کسی نمیتواند ضرر را چی بکند؟ دور کند، دفع کند. و این یردک بخیر، اگر الله نسبت به تو اراده خیری داشته باشد، فلا راد لفضله، هیچ کسی نیست که رد کند فضل خدا را، جلوش را بگیرد، کسی جرأت ندارد. پس ببین مدبر و متصرف فقط و فقط الله است. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی شما دارید، نعمت سلامتی، نعمت جوانی، نعمت جان، وجود، اینها همه از جانب الله است. یا اینکه الله می فرماید یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم،
ای مردم نعمتهای الهی را یاد کنید. هل من خالق غیر الله، آیا بغیر از الله خالقی هست؟ پس صفت خالقیت هم اختصاص به کی دارد؟ به الله دارد. و صدها آیه دیگر که در اون آیات صفات مخصوصی برای الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تصرفات آسمان ها و زمین همه و همه برای خدا. لذا حاصل این بحث ما این شد که وقتی که شیخ حسین علی میفرماید الحمدلله، حمد و صفات اختصاصی یعنی اونهایی که مخصوص الله هستند مراد هست. صفت خالقیت، صفت مالکیت، صفت رازقیت، سمیع و بصیر بودن، حاضر و ناظر بودن، مشکل گشا، حاجت روا، عالم الغیب، این صفاتی هستند لله، اختصاص دارند به الله عزوجل. بله، باز ببینیم این ما که در الحمدلله توحید را ثابت کردیم و گفتیم از اینجا اون توحید خالص ثابت میشه. هر جا که قرآن مجید الحمدلله آورده، یا ما قبلش یا ما بعدش، شما اگر عنایت بفرمایید کل بحث توحید است، بحث صفات خدا هست، یا بحث خالقیت یا تدبیر و تصرف است. الله تعالی می فرماید فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. ریشه مشرکان را الله می فرماید که خداوند برکند، والحمد لله رب العالمین. پس این چی شد؟ بحث ایمان و کفر است، شرک و توحید است. بعد از اون الحمدلله رب العالمین. یا اینکه در سوره نمل می فرماید الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى. یا در جای دیگه می فرماید انا دمرناهم و قوم اجمعین و انجینا الذین آمنوا و كانوا یتقون الی آخره. آخر می فرماید و قل الحمدلله. بعد از اینکه قصه لوط بحث ایمان و کفر و دعوت به توحید از سوی لوط هست، میگوید و قل الحمدلله. یا در سوره جاثیه شما خواندید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. یا در سوره صافات است سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. خلاصه اینه که این کلمه الحمدلله رب العالمین هر جا قبل از دلائل توحیدی هست یا بعد از دلائل توحیدی هست. این آیاتی که خواندم شما ما قبل و ما بعد را در قرآن مطالعه بفرمایید. شیخ حسین علی می فرماید که الحمدلله وقتی که در چنین جاها بیشتر بکار برده شده و ذکر شده، این خودش علامت اینه که در الحمدلله بالاترین صورت توحید چی شده؟ بیان شده. متوجه هستید؟ پس این شد از الحمدلله و معنای الحمدلله. پس این گونه ما الحمدلله را ترجمه می کنیم. الحمدلله رب العالمین. تمام تعریفاتی که مختص الله هستند، خالقیت، مالکیت، رازقیت، مدیر و مدبر و متصرف بودن، عالم الغیب، سمیع، بصیر، این صفات اختصاص دارن به الله. اللام للاختصاص. هیچ کسی دیگر این صفات ندارن. کدوم الله؟ همان اللهی که رب العالمین، رب تمام جهانیان هست، رب تمام جهانیان هست. ببینید گفتیم در لفظ جلاله الله صفت چی مد نظر است؟ وصف مشهور یعنی خالقیت. وقتی که خداوند این عالم را خلق می کند و عالم را خلق کرد، بعد از خلق نوبت چی هست؟ تربیت هست. کم کم این عالم را تربیت میکنه. مثلا بچه را خداوند خودش در قرآن میگه بچه را پیدا میکند، ابتداء به شکل نطفه هست، از نطفه میشه به شکل علقه بسته خون، از علقه میشه به مضغه تکه گوشت، از مضغه بعدا لحم و عرض کنم که عظام
گوشت و استخوان بهش میده، پوست بهش میده، بعدا زندهش میکنه، بیرون میاد در دنیا. بعد که در دنیا هست طفل هست، از طفلی میره به عرض کنم بچگی، از بچگی میره به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری. خب این مراحل را الله در قرآن جای جای قرآن میگه کی طی کرده؟ الله هست که اینها را طی کرده. خب این نامش هست تربیت. این نامش چیه؟ تربیت. یا مثلا زمین را الله تعالی که پیدا کرده، زمین از اول آبادی نداشته، روز بروز آبادی ها بیشتر میشه، شهرها بیشتر میشه، نفوس بیشتر میشه، انسان ها جمعیت بیشتر میشه، این داره به طرف تکمیل میره. این هست چی؟ تربیت. هر چیز را تربیت کننده هر چیز فقط و فقط الله عزوجل هست. به این خاطر امام نصفی از امام واسطی نقل می فرمایند، تفسیر مدارک آورده، گفته هو الخالق ابتداء والمربی غذاء والغافر انتهاء. خداوند ذاتی است که هو الخالق ابتداء چی هست؟ خالق است. ابتداء هر چیز را اول خلق می کند. والمربی غذاء، بعدا تربیتش میکنه، غذایش را فراهم میکنه تا این رشد بکنه، حیوانات را، پرندگان را، چرندگان را، خزندگان را، همه را، نه اینکه فقط انسان را. اینقدر مخلوق دارد در دریاها، زیر زمین، در کوهها، در بیابانها، در جنگلها، همه را الله عزوجل. پس اینها را مربیشان هست غذاء والغافر انتهان. انشاءالله انتهان بنده خودش را هم چی میکند؟ مغفرت میکند. و هو اسم الله الاعظم. حتی امام واسطی معتقد است که این رب العالمین اسم اعظم است. شما شنیدید که کسی اسم اعظم را ببرد و دعا بکند، خداوند دعایش را چی میکند؟ مستجاب میکند. لذا خب درباره اسم اعظم اختلاف است، کسی به صورت قطع نمیداند، ولی ایشون میفرماید اسم اعظم رب العالمین است. یعنی هر وقتی که دعا کردی بگو ای رب العالمین، یا رب العالمین. پس چون که همه مراحل تکمیل در این رب العالمین چی هست؟ گنجانده شده. خب اکنون اول عالمین را، عالم را من تعریف بکنم، بعدا تربیت را از روی قرآن عرض می کنم چگونه اشیاء را خداوند تربیت می کند. خب عالمین جمع عالم هست. عالم صیغه اسم آله هست. میدونید اسم آله را دیگه میگن اون چیزی که به وسیله او شناخته میشه. الان خدای عزوجل را ما به وسیله چی میشناسیم؟ به وسیله این عالم میشناسیم. العالم ما یعلم به، یعنی هر آن چیزی که از اون چیز به وجود خالق شما پی ببرید. مثلا شما میرید کوه را میبینید، عجب چنان محکم به مثل میخ کوبیده شده که زمین تکان نخورد. اون طرفتر میرید دریا را میبینی، اون طرفتر میبینید دشت و جنگل را میبینی، خورشید را میبینی چه نظام منظمی دارد، هر روز وظیفه انجام میده، از صبح تا غروب تمام دنیا را روشن میکنه، بعد شب بیاد. همیشه یک نظامی هست، مثل چرخ آهسته آهسته چی میکنه؟ دور میزنه. ذره این طرف و اون طرف نیست، ثانیه بالا و پایین، تقدیم و تأخیر نیست. شما از همه اینها پی میبرید به وجود الله. شما میگید اینا خود به خود به صورت خودکار که نمیشه، یک قدرتی هست که داره اینها را چی میکند؟ چرخ میده، میگرداند، دستور میده. پس اینهایی که شما به وسیله اینها به وجود خدای عزوجل پی میبرید، اینها را میگن عالم و خدا را میگن رب العالمین. متوجه هستید؟ یا مثلا حیوانات را، نباتات را. لذا امام نصفی میفرماید والعالم کل ما علم به الخالق. عالم به چی میگویند؟ هر چیزی که وسیله شناخت خالق باشد. هر چیزی که وسیله شناخت خالق باشد.
من الاجسام، چه جسم باشند، والجواهر، چه جوهر باشه، والاعراض، چه اعراض باشند. اعراض مثلا اعراض رنگ ها هستند و سردی و گرمی هست. او کل موجود سوى الله، یا هر موجودی غیر از الله عالم است. هر موجودی، حیوانات یک عالم هستند، درختان یک عالم نباتات هستند، سنگ ها یک عالم جداگانه هستند، انسان ها، جنات، هر یک عالم است. خب او کل موجود سوى الله فسمی به، چرا به اینها عالم میگن؟ لانه علم على وجوده، یا علم على وجوده، اینها علامت وجود خدا هستند. از اینها شما پی میبرید به وجود خدای عزوجل. مدارک. خب اکنون من نظام ربوبیت را برای شما از قرآن عرض می کنم. قرآن میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند رب عالمیان هست. خداوند رب عالمیان هست. چگونه رب هست؟ چگونه عالم را تربیت می کند؟ چگونه از تدریج، از کم کم برش به بالا؟ الله تعالی درباره انسان جایی در قرآن می فرماید الله الذي خلقكم من ضعف، الله عزوجل شما را پیدا فرمود از ضعف، یعنی ابتداء در وجود شما چی هست؟ ضعف هست، ضعیف. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بچه که هستید ضعف هست، نه انسان ضعیفه. الان تربیت را ببین، پرورش را ببین. ثم جعل من بعد ضعف قوه، سپس بعد از ضعف قوه هست. ابتدا حتی نمیتونی بشینی، تا که میشینی میفتی، آخر میشینی کم کم قوت. نمیتونی که 4 دست و پا راه بری، آخر اینه یاد میگیری، آخر راه رفتن را بلد نیستی، آخر هر جا که راه میری میفتی، نه آخر یاد میگیری. بالاخره انسان کم کم قوی میشه، نیرومند میشه، میره بالاتر. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد از این ضعیفی قوی میشه. ثم جعل من بعد قوه ضعفا، دوباره بعد از این که قوی شد کم کم میاد ضعیف میشه، پیر میشه. نه پیر میشه، آخر حتی نمیتونه بیسته، یک عصای میگیره که با کمک او راه بره، با کمک او بیسته. پس ببینید یخلق ما یشاء، هر چیزی که دلش بخواهد خلق میکنند. این تدریج هست. یا همچنین آسمان ها و زمین را الله تعالی میفرماید همینطور من تدریجا خلق کردم. چند روز خلق آسمان ها و زمین طول کشید؟ 6 روز. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یا اینجا میفرماید خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم، آسمان ها و زمین را پیدا کرد به حق و همچنین شما را صورت داد، شما را زیبایی داد، شما را چی داد؟ زیبایی چهره داد. فاحسن صوركم، چه زیبا آفرید صورت های شما را. اینها تمام تربیت است. یا در جای از تربیت به صورت تربیتی از خوراک انسان میگه. الله تعالی میفرماید خوراکت را نگاه کن، پرورش و تربیت را. ابتداء میگه ما آب دادیم از آسمان، این آب به زمین ریخت. این زمین، در زمین چی بود؟ بذر بود، دانه بود. این بذر کم کم آمد، زمین را شکافتیم. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش نگاه بکنه. نان خوبی الان میخوری، خورش میخوری، برنج میخوری، غذای لذیذ میخوری، ولی برو از ابتدا مطالعه بکن اول چی بوده، به کجا رسیده. الله تعالی این تربیت را در قرآن انسانها را، فکر انسانها را میبره که انسانها به این نتیجه برسند که رب العالمین او هست. الله میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان طعامش را ببیند. انا صببنا الماء صبا، اول ما از آسمان آب ریختیم ریختنی. ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین را ما چیکار کردیم؟ شق کردیم، شکافتیم. زمین شکم باز کرد تا جوانه بیاد بیرون. فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا،
انواع خوراکی ها و نیازهای شما، دانه های گندم و جو، برنج و ذرت و هر چی که نیاز شما هست، و همچنین انگور، همچنین نخل خرما، همه چیز نیازات شما، اینها را همه را ما چی؟ و حدائق غلبا و فاکهة و ابا متاعا لکم و لانعامکم، باغهای بزرگ کوچک همه را ما درست کردیم که هم برای شما و هم برای چارپایان شما باشد. انسان فکر نمی کند که انسان تدریجا از کجا آمده به کجا رسیده. خوراکش، این خوراک لذیذی که به دست داری، همین لباسی که به تنت هست، ابتدایش چی بوده؟ یک دانه بوده، دانه پنبه بوده که کاشته شده، یا عرض کنم که نخی بوده که از کجا گرفته شده، آخر آمده به اینجا رسیده. لذا تربیت در هر چیز انسان مطالبه کند به ربوبیت الله عزوجل میرسد. یا درباره خود انسان الله میفرماید انا خلقناکم من تراب، شما چی بودید؟ خاک بودید. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة الى آخره. خاک، نطفه، خون، عرض کنم گوشت، تا اینکه انسان خلق میشه و شکل و زیبایی خدا بهش میده، روح و جان بهش میده. پس رب العالمین به این معنا هست در قرآن مجید. قرآن جای جای این رب العالمین را چی کرده؟ تشریح کرده. پس این شد تفسیر چی؟ رب العالمین. الحمدلله رب العالمین، تمام تعریفات مر خدایی را که رب عالمیان است، رب تمام جهانیان است. این تربیت را ما فقط در خودمون دیدیم، در خوراک خودمون، در وجود خودمون. الله تعالی همین تربیت را در خلق آسمان ها و زمین دارد، همین را در حیوانات دارد، همین را در خزندگان و پرندگان دارد. همه پرنده تازه از تخم بیرون میاد، این ور اون ور میفته، بعد از چند ساعت حتی بعضی ها میبینیم میپرند و میروند. لذا همه این تکامل به وسیله ذات الله انجام میگیرد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.